دارم، در داخل کشور احترام دارم، در علما، در اسلام، در جهان اسلام، در کل احترام دارم. هیچ کس توهین نمیکنم. اما از خدا بترسید، از بنده شرم بکنید. یگان مسلمانی که از ما دفاع میکنه، از حق دفاع میکنه، او توهین میشه، توهین نکنید. اگر شما جوان هستین، اگر شما مسلمان هستین، اگر شما ایمان و وجدان دارین، ایوازی که در پشت سر ما $2000 جایزه بمانید، $1000 جایزه بمانید، شما غزه را در نظر بگیرید. ملک غزه را در نظر بگیرید، مسلمان غزه را در نظر بگیرید. همین پیسی که به ما جایزه میدین، ما میکشین، ما در مرگ نمیترسم. ما دزدی نکردیم، ما به زور نگرفتیم، ما کدام جنایت نکردیم، کدام جرم شرعی قانونی نداریم. با رضا رغبت زنگ گرفتیم، خدا امر کرده ما گرفتیم. اگر شما این پیسه دار هستین، جایزه به ما نمانید، جایزه را در غزه رای کنید، در یک کشور اسلامی رای کنید، در زیر تحت سلطنت کفر است. تمام سیاست‌های غزه از کشور احترام میکنه، شرم نمیکنید. 500 نفر شهادت بود شما قبول نمیکنید، 1000 نفر شهادت بود شما قبول نمیکنید. شما چی مقصد دارید؟ با ما چی رفتی دارید؟ اگر با من کدام دعوای شخصی دارید، قرضدارتان هستم، کدام چیزتان کشتم، کدام خیانت براتون کردم، بیاین اقامه دعوا بکنید. حکومت اسلامی موجود است. یک روز رو والی تعیین میکنید، یک روز رو شاروال تعیین میکنید، یک روز رو قضات تعیین میکنید. من نه والی هستم، نه ولسوال هستم، نه شاروال، نه در امارات.